دوستان عزیز به همون نبرد در انتظار هم رسیدیم. دولت بابونوف جایزه‌دار بازی‌های المپیک توکیو، نشان برنجی توکیو که یک مرتبه از گرند اسلم هم نشان طلا دارد. درش در سال 2020 در گرند اسلم دوسلدورف با جهانگیر ماجیدوف با میدان برآمدند. جهانگیر ماجیدوف کیمانوی کبود با بر کرده است و بابونوف باشد با کیمانوی سفید گوشتین میگیرند. مبارزه با جایزه‌دار بازی‌های المپیک هم کاری آسان نیست، ولی جهانگیر باید هجوم کند. پیوسته باید با تفکر بلند گوشتون گیرد. او الیاس رو دیدید در کرسی مربیگی نشسته است. و همچنین مربی جهانگیر ماجیدوف حتی عباس نجات هم سمت راستی اکران نمایان است. سمت چپ باشد الیاس لادیس برای دولت بابونوف مصلحت میدهد. سرکیت نشستن ماجیدوف برای بابونوف امکان داد و سرکیت جهانگیر هم لحظه باید اجرا میشد، ولی بابونوف پهلوانی زیرک است. در نبردهای چهارگانه‌ای خیلی خوب بود. همین وقت اگر جهانگیر سرعتناکی خود را بلندتر میکرد امکانیت بود برای وزیر اول صاحب شدن. خوب است کشتن جهانگیر. بابونوف یکی از پهلوانان شهرتیار ما، دلاور هم جا نشسته است در کرسی رئیس مخلص. دلاور گلوف از سلاله گلوف ها، شاهین گلوف که در نوحیه جبار از پهلوانان زرافشانی هستند. او مخلص شیدای همین گوشتین است، از این خاطر نمیتواند رو برو است که نعزه از تماشای گوشتین دور شوند. همین است، مردم تاجیک تشنه گوشتین است. جهانگیر ماجیدوف چه ماتا نشد یا سیاه نگه یا اوچماتا باید یکی از این بکار آمد. بابونوف هم علاکه ایست کرد که مقابلی بابونوف این عمل را میخواهد انجام دهد. اگر همین مانع را گذارد جهانگیر ماجیدوف، برای جهانی شدن جهانگیر امکان است. فقط این مانع مشکل را باید با قوا و بازوی خود، مهم است با تفکر بلند، مهم است همه باید راه نسازد این مانع را، راه مشکل را تعیین نماید. حرکت‌های خطرناکی بابونوف مقابل ماجیدوف، ولی ماجیدوف جهانگیر در جهان گوشتن جدا حالا فعال گردیده است.
ҷо ҳаракатҳои бобинед ҳоло ҳаракатҳои афсус сад афсус ки Давлат Бобонов такя ба таҷрибаи ғании хеш Ҷаҳонгирро рафтанд ба тахта пушт дар голдонсгоҳ. Ҷаҳонгир ҳанӯз ҷавон аст, пуштини хуб гирифт. муддатамиро ҳам иваз мекунем.